سلام تماشابینان شبکه اگروتک تیجی، با شما من یوسف عزیزов. موضوعی که من میخواهم با شما در این نوار صحبت کنم با مهاجران بخشیده شده است. همه ساله 18 دکبر در جهان روز بین المللی مهاجر تجلیل می شود. من در این باره این نوار را ثبت کرده بودم، ولی از سبب تکنیکی نتوانستم به شما پیشکش کنم و امروز شرایط دست داد که من با شما در این باره صحبت کوتاهی کنم. چون که شما از نام نوار خواندید، در حقیقت مردمی که برای خوب کردن شرایط زندگی خود و اهل عائله‌شان به دیگر کشور شناس و ناشناس و صرف نظر به همه مانع‌ها برای حیاتی بهتر تلاش میکنند، من آنها را مردم جسارتمند و با اراده حساب میکنم. وقتهای اخیر حادثه‌های دنیا با گفت سیاستمداران در دنیای حالت رشد قسم زیادی مردم را گریز از وطن و قسم دیگری را به مهاجر تبدیل داد. از سال 2000 سر کرده در این روند دیگرگونی‌های زیاد به عمل آمد. جنگ‌ها در خاورمیانه بسیار از مردم را گریزه کرد. قسم دیگرش باشد برای رزق خود به مملکت‌های اروپا و آمریکا مهاجر مهنتی شدند. چند روز پیشتر نوشته به نظرم افتاد که در سالهای جنگ دوم جهان میلیون‌ها نفر از اروپا به همین مملکت‌ها تونس و عراق و سوریه و دیگر مملکت‌های این منطقه از دست فاشیسم گریزه شده بودند. اما مردم این کشورها آنها را خوب قبول کرده جای دادند. یگان کسی آنها را عقب نگردانیده بودند. ولی وقتی که آنها به اروپا گریزه شدند، آنها را چقدر قبول کردند ما هم خوب میدونیم. حتی آنها را آدم هم حساب نمیکنند. جشن مذکور با پیشنهاد سازمان ملل متحد از سال 2000 این جانب تجدید می شود. مقصد راه اندازی روز جهانی مهاجر به افزایش روزافزون این طبقه جمعیت در جهان و ضرورت حفظ حقوق بنیادی آنها ربط داده می شود. در فهرست کشورهای اساسی قبول کننده مهاجران امریکا 47.5 میلیون نفر، آلمان 12.6 میلیون نفر، عربستان سعودی 12.2 میلیون نفر، روسیه 11.7 میلیون نفر و بریتانیای کبیر 9.2 میلیون نفر شامل شدند. بر روی خط کشورهای پیشرفته که ساکنانش مهاجر میشوند، هندوستان با 16.4 میلیون نفر، مکزیک 11.9 میلیون نفر، روسیه 11 میلیون و چین با 2.1 میلیون نفر وارد گردیدند. همه ساله حدود 1 میلیون مهاجر مهنتی تاجیکستان برای دریافت رزق روزی خود به کشورهای خارج، اساساً به روسیه با مهاجرت مهنتی می روند. سازمان بین المللی مهاجرت در سامانه رسمیش اظهار داشته است که طی تاریخ انسانیت مهاجرت این ظهور جسارت و اراده فرد بوده است که صرف نظر از همه مانع‌ها برای حیاتی بهتر تلاش میکند. امروز در پی جهانی شوی و پیشرفت در امور نقلیات و ارتباط، شماره افرادی که امکان و خواهش کوچیدن به مکان نو را دارند افزایش یافته است. آمده است در سامانه سازمان بین المللی مهاجرت فعلا تعداد مهاجران بین المللی در جهان حدود 260 میلیون نفر ارزیابی می شوند. شماره مهاجران که در سال 2000 در جهان 175 میلیون آدم را تشکیل میداد، این شماره در دوام 15 سال یعنی سال 2015 به 244 میلیون نفر رسید. قسم زیادی مهاجران 76 میلیون نفر به مملکت‌های اروپا راست می‌آید و 75 میلیون دیگرش به آسیا. مهاجرت قوی توانا برای رشد اقتصادیات به حساب رفته شرایط فراهم می‌آورد که میلیون‌ها نفر در پی جستجوی امکانیت‌های نو گشته فایده به عائله خود و مملکت خود می‌آورند. گفته بود کاتب گنرالی سازمان ملل آنتونیو گوتریش. این روند یعنی مهاجرت دقت بسیاری از مردم را به خود جلب می‌کند. قبول قانون‌های نادرست و بی تحلیل و بی‌سوادانه در همه مرحله و زمان حیات کار مهاجران را دشوار می‌گرداند. مملکت‌هایی هستند از نداشتن تجربه در این ساحه نمی‌توانند که هرچند از سال 2000 تا امروز 18 سال گذشته باشد هم قانون‌های درست قبول کنند که به نفع هر دو طرف، هم مهاجر و هم قبول کننده مهاجر باشد. آنها فقط منفعت خود را فکر کرده قانون‌های قبول می‌کنند که خود نمی‌توانند اجرای آن را طلب کنند. بعد آنها مطبوعات و تلویزیون را بر ضد مهاجران استفاده برده مردم را با مهاجران ضد میکنند. در اینجا من فکر میکنم که مهاجر یگان گناه ندارد. فقط کشور قبول کننده باید با عقلانه و با عدالتانه این قوه بزرگ را استفاده برد تا هر دو طرف هم رضا باشند. علل خصوص باید همه طرفه شأن و شرف مهاجر حفظ کرده شود. علل خصوص در حالاتی که تمام جمعیت جهانی دقت خود را به این روند روانه کردند، باید خود مهاجران
برای حل مشکلات خود در دایره حرمت شأن و شرف آنها جلب کردن ضرور است. در حالی که قریب همه دنیا به این روند یعنی مهاجرت رو آوردند، باید شرایط تامین کرد که در آن مهاجران به خطری خود را حس کنند و دانند که طرف قبول کننده با آنها با حرمت معامله میکند. سال 2018 در جهان زیاده از 3400 مهاجر و گریزه در پی جستجوی زندگی خوب و پیدا کردن رزق روزی جان خود را از دست دادند که این خیلی شماره زیاد به حساب می رود و اساساً این مهاجران جوانان بودند. سازمان ملل بسیار می خواهد که در این سمت کار را به ثبوت رساند و این است که 19 سپتامبر سال 2016 یکمین مرتبه در تاریخ دنیا همنشینی در سطح عالی برای معین کردن راه‌های حفظ حقوق مهاجران و گریزگان با اشتراک لیدرهای مملکت‌های بزرگ در شهر نیویورک گذشت. در این نشست از طرف لیدرهای مملکت‌های بزرگ در حالی که در جهان جهانی‌شوی با سرعت دوام دارد، آنها دکلراسیون با نام دکلراسیون نیویورک قبول کردند که در آنجا عهده‌داری‌های طرفین و حفظ حقوق مهاجران و گریزگان درج کرده شده است. این چنین دهم دکمبر سال 2018 در کنفرانسی عمومی جهانی مراکش مراکو با اشتراک نمایندگان 164 مملکت دنیا گذشت که در این کنفرانس نیز مسائل مهاجرت و حالت گریزگان محاکمه کرده شد. در رفت این کنفرانس شرطنامه گلوبالی درباره بی‌خطری و با تنظیم درآوردن مهاجرت قانونی قبول کرده شد. من فکر میکنم که این قدم‌های نخستین درباره قبول قانون‌ها یعنی حفظ حقوق مهاجران در آینده نیز استوارتر می‌گردد و جامعه جهانی میتواند که مملکت‌هایی که این روند را نه روندی مهاجرتی بلکه روندی غلامداری فکر میکنند در جایش میشناند. اگر به حال مهاجران و گریزگان در حال حاضر نگاه کنیم، مملکت‌هایی که خود تمام تاریخ فقط غلام یا زیر استثمار کسی بودند و حاضر خود را مملکتی مترقی حساب میکنند، با مهاجران و گریزگان مثل غلام معامله میکنند و میخواهند که خود حس کنند که آنها حاکمند. ما مهاجران تاجیک نیز نباید فراموش کرد که مشکلات در مهاجرت داریم. این نه تنها مشکلات ما بلکه مشکلات تمام دنیا به حساب می رود و اصلا مهاجران ما به مملکت روسیه و مهاجرت سفر میکنند. روسیه باشد مشکلات مهاجران مهنتی کشورهای آسیا را به حیث یکی از واسطه‌های تاثیررسانی سیاسی استفاده میبرد، در حالی که برخورد با مهاجران ما در روسیه خیلی سنگین و بی‌انصافانه بوده. سطح‌های بوروکراتی که تهیه قانون‌ها و حجت‌ها را غیر امکان گردانیده به آنها به طور صنعی مهر قانون شکن را میزنند. دیر یا زود حرکت مهاجرت مهنتی را در آسیای مرکزی وادار می‌سازد که از مهربانی‌های روسیه دست کشیده به مناطق دیگر دنیا رو آورند. این حالت می‌تواند از تحت تاثیر روسیه بیرون شدن کشورهای آسیای مرکزی زمینه گذارد. مرکز عمومی روسیگی آموزش افکار عامه نتیجه نظرپرسی روسیگی‌ها را در مورد مهاجران پیشنهاد کرد. طبق نظرپرسی 51% روسیگی‌ها باور دارند که مهاجران عامل افزایش جنایتکاری در کشورند و 49% از افزایش رقابت در بازار مهنت گفتند. در برابر این 43% اظهار داشتند که روند مهاجرت به اقتصادیات روسیه تاثیر منفی دارد. این در حالی است که مهاجران کاری میلیون‌ها دلار به بودجه روسیه داخل میکنند. نیسی مصاحبان جانبداریشان را از روی خارجیان جوان متخصص بیان داشتند. خواستگار جاری نمودن محدودیت‌ها برای ورود افراد ناقابل و کم سواد شدند. روسیگی‌ها در مجموع جانبداریشان را از سفر شهروندان بلاروس، آلمان و قزاقستان بیان داشتند. در فهرست کشورهایی که روسیگی‌ها ورودی شهروندانشان را خوش ندارند، تاجیکستان، ازبکستان، اوکراین، امریکا و چین وارد شدند. در ریتینگ خوش نداشتن تاجیکستان در صف یکم ایستاد که یکی از سبب‌هایش به فکر من آن است که مهاجران مهنتی تاجیک پرغیرت‌تر بوده، بسیارتر رعایت قانون‌های خود را از آنها طلب میکنند و مردم روس را این نمی‌فورد. آنها می‌خواهند که چقدر که آنها می‌خواهند همون خیر با مهاجران مناسبت کنند که چنانکه که در بالا گفتیم این میتواند سبب پشیمانی خودی آنها گردد. در آخر من همین را گفتنیم، مهاجرت این روند عمومی جهانی میباشد. نه تنها ما تاجیکان مهاجری مهنتیم، بلکه مردم تمام دنیا برای زندگی خوب داشتن با مهاجرت رو میآورند. فقط ما را میباید که در این روند تاجیک و مردمی کهن بنیاد بودنمان را فراموش نکنیم و شأن و شرف و غرور خود را از دست ندهیم. در آخر به کانال اگر تختیجی آبونه شدن و لایک موندن را فراموش نکنید. با ما باشید.